روز بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 20 دکبر است و سرخط چندی از موضوعهای برنامه. ولادیمیر پوتین در صحبت با وزیران امنیت به شیوه‌های نوی مبارزه با تروریسم تاکید کرد. خدمات امنیتی روسیه نواری بازداشت چند نفر را با این اتهام نمایش داد. омурбек бабанов вакили парлумон ва яке аз мухолифони ҳукумати қирғизистон ҳабси амволи телевизионашро ғасби рейдерӣ номид. ва дар шаҳри панҷакен маҳфили ҳозирҷавобон байни дониҷон ба ҷангу занозанӣ кашид. мақомоти шаҳр гуфтанд ки дигар чунин маҳфилро баргузор намекунанд. ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از بازداشت خبرنگار توجیک خیرالله میرسیدوف نگرانی کرده است. این ائتلاف امروز با نشر یک اظهارات از حکومت تاجیکستان دعوت نمود که تفتیشات در نسبت میرسیدوف منصفانه انجام شود و او را با وکیل دفاع تامین نمایند. این خبرنگار و رهبر گروه حاضرجوابان روز 5 دکبر بازداشت گردید. او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با وزیران امنیتی کشورهای مشترک المنافع در شهر مسکو راههای مبارزه با تروریسم را بررسی کرد. او در این ملاقات گفت که گروه دولت اسلامی و بخصوص جنگجویانی که به کشورهایشان برمیگردند یک خطر جدی هستند و مبارزه با آنها باید از اولویت‌های کار مقامات امنیتی باشد. در نشست روز 19 دکبر سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان حضور داشت. در پس منظر این ملاقات خدمات فدرالی امنیتی روسیه نواری بازداشت چند نفر را که قصد حمله‌های تروریستی در جشن‌های سال نو را داشتند نشر کرد. طایر سفر با جزئیات بیشتر. در شهر سنت پتربورگ گروهی 7 نفری را دستگیر کردند که می‌خواستند از جمله در کلیسای قزان ترکیش انجام بدهند. در این باره خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز 15 دکبر خبر داد. مقامات گفتند یک حلقه پنهان گروهی به نام دولت اسلامی را آشکار کردند که فعالیتش در روسیه ممنوع است. یکی از آنها گویا شهروند تاجیکستان است. دیگری یوگنی یفیموف یکی از دستگیر شدگان در این ویدیو گویا به گناهش اقرار می شود. من باید مواد ترکنده را در ظرف شیشگی انداخته به آن آلات کشنده نصب می کردم. چند نفری که در ویدیو مقامات انتظامی دیده می شوند در یک خانه دستگیر شدند. در اینجا ماده سفید، اسلحه، بمب‌های خودساخت و ادبیات اسلامی یافتند. مقامات می گویند متهمان اعضای گروه دولت اسلامی دستور می دادند. افیموف برای صادر کردن این جنایت یک کانتینر را در کوچه لیتوفسکایا اجاره گرفت و آنجا مواد ترکنده را آماده کرد. دستور تهیه را از اینترنت و از افراد گروه دولت اسلامی گرفته است. گمانبر در دادگاه گفت که می‌خواست روز 17 اپریل کلیسای قزان را منفجر کند. 2 روز بعد از بازداشت مقامات روسیه گفتند اطلاعات درباره آمادگی به حمله‌های تروریستی را از خدمات استخباراتی آمریکا گرفتند. ولادیمیر پوتین در نشستی خبری برای این اطلاع به دونالد ترامپ تشکر گفت. رئیس جمهوری روسیه گفت که خدمات اطلاعاتی آمریکا کمک کردند آنها پی گروه تروریستی را یابند و آنها را دستگیر کنند. دونالد ترامپ هنگام معرفی استراتژی نوی امنیتی آمریکا زنگ تلفنی ولادیمیر پوتین را یادآور شد. خبر نوبتی ما موضوع امنیتی و پیشگیری از تهیه مواد ترکنده خودساخت را ادامه می‌دهد. مقامات تاجیکستان فروش میخ و کربید و دیگر مسائل ساختمانی را بدون شناسنامه خریدار منع کردند. یعنی اگر شما می‌خواهید این مسائل ساختمانی را بخرید باید به فروشنده نامناسب و سراغ خود را بگویید. فروشنده ها هم دفتر مخصوصی دارند که معلومات شخصی مشتریان را ثبت می‌کنند. وزارت کارهای داخلی که دستور طلب معلومات از خریداران را داده است میگوید هدف کار جلوگیری از عمل‌های تروریستی در کشور است. وکیل پارلمان و مخالفی حکومت قرغیزستان омурбек бабанов قراری دادگاه شهر بیشکک درباره حبس اموال تلویزیون NTS را غصب ریدری عنوان کرد. این تلویزیون به بابانов داخل دارد و روز گذشته کارمندان دادگاه همراه با خادمان پلیس اموال شبکه را ثبت نمودند. مومین احمدی گزارش می‌دهد. خبرنگاران تلویزیون مستقل NTS در قرغیزستان میگویند که مقامات با عملیات در استودیوی آنها در شهر بیشکک
مانع ورود کارمندان به بینای تلویزیون شدند. ماموران انتظامی روز 19 دکبر به تلویزیون آمده گفتند که امر دادگاه برای حبس اموال تلویزیون را در دست دارند. ماموران پلیس بنا را محاصره کردند و نگذاشتند مردم به آن وارد شوند. با وجود ثبت اموال تلویزیون برنامه‌ها قطع نشدند. مقامات سبب عملکردشان را شرح ندادند. تلویزیون انتیز با اموربک بابنوف نامزد سابق به مقام رئیس جمهور تعلق دارد. بعد شکست در انتخابات روز 15 اکتبر و افتتاح پرونده به ضد او با اتهام برانگیختن عداوت ملی، اموربک بابنوف قرقیزستان را ترک کرد. بخش قرقیزی رادیو آزادی هم برای تلویزیون انتیز و دیگر تلویزیون‌های مستقل قرقیزستان برنامه می‌سازد. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در افغانستان عضو یک خانواده را دستگیر نمودند که عروسی 12 ساله خود را پیوسته شکنجه می‌کردند. به نقل عروسی نابالغ، او طول 3 سال در خانواده شوهر در منطقه دولینه ولایت غور تحقیر و اذیت دیده است و حالا در یکی از درمانگاه‌ها طبابت می‌گیرد. طبیبان هم گفتند رویای 12 ساله بنابر آزار جنسی جراحت‌های وزنین برداشته است. من از ملاله بشیر همکارمان از بخش افغانستانی آزاد پرسیدم که چگونه این قضیه آشکار شد. رویا اینطور شده بود که بعد از اینکه سرش بسیار ظلم و اذیت شده بود از طرف خانواده شوهرش، او را برده بودند در یک غار. اونجا مانده بودند تنها که یک عضو خانوادهش اونجا رویا را یافته و او را انتقال داده بر یک مرکز صحی که باید دکترها او را ببینند. که باز ریپورتر ما از رادیو آزادی اونجا رفته، همراه امی نفر گپ زده و همراه خود رویا که بسیار در یک حالت خراب بود و بیشتر از 100 موارد زخم در جانش است. دمی طول وقتی که 3 سال در ازدواج دختر بود، بسیار سرش مظالم فیزیکی و حتی میتونیم که حالت روانیش ناخوب بود. بله، یعنی هیچ نمیفهمید که چی حالت است و یک حالت روانیش هم یعنی ضربه خورده. خب شما گفتید جراحت‌های وزنین برداشت. کدام عضو بدنش بیشتر جراحت برداشتن و چه نوعی شکنجه دیده است؟ بله، ویدیوهایی که آمدن و ریپورتر ما که خبرنگار رادیوی آزادی که تشریح میکند اینطور است که در کل جان دختر شما زخم دیده میتونین. در بینیش یک بیخی سوراخ وارد شده، یعنی یک زخم کلان است و در کل جانش، در دستایش. و وقتی که امی ریپورتر ما و شما از رادیوی آزادی این حالت بیان میکند، این میگوید که گوشایش قطع انبور بریده شدن، یعنی زخمی شدن و پس او که جور شدن معلوم میشه که خراب شدن امی کل حالت گوشایش. و دیگه ای که دختر خودش میگوید که قطع چوب در بدنش فرو کردن. بله. و دیگه ای که یک سیخ گرم در شکمش داخل کردن و اونجا سوراخ شده است در بدن دخترک. یعنی بسیار تکان دهنده یک راپور است که بله، واقعا هم دهشتبار است. در مجموع در افغانستان آیا ازدواج ها با کودکان تا چه حد زیاد است و سبب چی است که نابالغان را به شوهر میدهند و اصلا در کدام منطقه بیشتر به نظر میرسد چنین حادثه؟ بله، اگر سوال اولتان برتون بگویم جوابش اینطور است که یونیسف ارقامش میگویند که 57% دخترها که پیش از 19 ساله به ازدواج داده میشن. صحبت کامل درباره سرنوشت دختری اذیت دیده و خشونت با زنان در افغانستان را در وبسایت azadi.org و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.
روسی در یمن از پرتاب موشک به عربستان سعودی خبر دادند، ولی معلوم نیست این موشک همان موشک است که نیروهای هوایی سعودی نابود کردند یا موشک دیگر. امریکا میگوید ممکن است ایران در این حمله ها دست داشته باشد. خدمات مطبوعاتی حوثیان آشوبگر در یمن ویدیوی پرتاب موشک را نشر کردند که از منطقه نامعلوم کشور پرتاب شده است. به گفته آنها هدف موشک عربستان سعودی بوده است. موشکی که روزی گذشته به سمت شهر ریاض پرتاب شد، نیروهای ضد موشکی عربستان سعودی محو کردند. معلوم نیست این همان موشک است یا موشکی دیگر. نمایندگان ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که با آشوبگران حوثی می جنگند میگویند که موشک اندازی می توانست سبب جنگ غیر مستقیم سعودی با ایران در داخل یمن شود. تهران از آشوبگران حوثی که حکومت قبلی یمن را سرنگون کردند پشتیبانی می کند. آشوبگران میگویند که هدف موشکی پرتاب کرده آنها در روز سه‌شنبه قصر یمام بود که آنجا نشست رهبران بلندپایه عربستان سعودی جریان داشت. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل گفت که حمله ها علامت های دارد که به دست داشتن ایران به آن دلالت می کند. درباره تلفات و یا زیان موشک در عربستان سعودی گزارش نیست. اما در یمن به گفته سازمان ملل از اول همین ماه در حمله های نیروهای ائتلافی 130 غیر نظامی کشته شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. روز 20 دکبر یک محفل حاضرجوابان در پنجکند به زن و زنی بین جوانان تبدیل شده است. امروز به دست رادیو آزادی نواری رسید که نشان می‌دهد بین چند جوان در تئاتر شهر پنجکند زن و زنی سخت ادامه دارد. مقامات پنجکند به رادیو آزادی گفتند سبب کشمکش و زن و زنی میان مخلصان که بعد انجام محفل خوشدلان و حاضرجوابان صورت گرفت معلوم نیست، ولی کسی در جریان آن آسیب ندیده است. محفل حاضرجوابان با قرار مقامات میان دانشجویان و مکتب بچگان برای نزدیک کردن آنها و دریافت استعدادها برگزار می شود. مقامات برگزاری محفل حاضرجوابان در پنجکند را بعد این حادثه قطع کردند. اما در پایتخت تاجیکستان گروه دیگری جوانان مهارت خود را در عالم مجازی و یا به اصطلاح دیگر در کیبر سپورت نمایش دادند. با وجود آنکه این نوع بازی‌های کامپیوتری میان جوانان تاجیک چند سال پیش معمول شد، ولی برای نخستین بار رسما سبقت آن در کشور دایر گردید. گزارش ما در همین باره است. ورزش کیبری یک مفهوم جدید در تاجیکستان است. هرچند آن از دیر باز عرضه وجود دارد، به طور رسمی هوادارانش هنوز به هم سبقت نکرده بودند. زیاده از 600 تیم برای راه یافتن به قسم نهایی بازی‌های دوتا و فیفا 2017 مبارزه برده، 8 گروه آنها که شهرهای قرغانتپه، خوجند، کولاب و ریگر را نمایانده بودند به فینال برآمدند. در قصر جوانان شهر دوشنبه دو تیم نکزد و کیپرز ابیس در فینال برای دریافت جام دوتا سبقت کردند که بچه‌های کیپرز ابیس جایزه 7000 سومانه را صاحب شدند. دوتا و فیفا 2017 از بازی‌های مشهور کامپیوتری هستند. کایها باز مسابقات بین المللی از روی آنها برگزار می شود و در مرکزهای بوکمکری پول می مونند. خزینه جایزه دوتا ز اینترنشنال 2017 در شهر سیاتل امریکا تا 20 میلیون دلار را گذشته است. عین زمان مقامات تاجیکستان چندین مراتبه علیه بازی‌های همگون اظهار نگرانی نموده رفتن جوانان از 20 ساله پایین را به اینترنت کافه منع کردند. با همین برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر شما بیننده عزیز میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه azadi.org صفحه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک @نکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. همچنین ثبت این نوار رو شما میتوانید در سامانه آزیا پلوس نیز پیدا و تماشا کنید. تشکر که هر روز با ما هستید و برایتان برای کار و خدا نگهدار.